یک روز خوب و خوش و تایت و رایت آغاز کرده باشید. بازم مسعود جامع از منطقه دشت برچی شهر کابل در خدمت. امروز 20 روپیه. پیسه خو زیاد از پیشت. او پیسه چیزش بلنده برشان. قربانی سرت جرم داری؟ الهی شکر. قبط خوش است و از بیکاری که جانم بیغم است. ایزگاه یوسف روز 200 روپیه در یک ماه 6000 روپیه میشه. تا همین نفر بگو که مرام بگیره در این کار. کل زندگی را در پف گذاشتانده؟ فعلا اکدم پف گذاشت. کل افغانستان البته دم پف مانده. مقصد ویدیوهای تو نو آدم میگیره، اگر تیک تاک شد ما را غرض نیست. مشکل نداره، هر کس که ویدیو خوش داره بگیره. فهمیدی؟ هر کس که از ما خوش میاد ما قصد صحبت میکنه. بازم یک آیه در قرآن ذکر است خلق الانسان من التفاوت. در بین مخلوق خدا تفاوت است. است دیگه. خسته شدیم از دیسی روزگار دنیا. یک خسته شدیم که به نام خداوند یکتا به همتا، هموطنان عزیز سلام، خسته نباشید. امیدوار هستم هر کجایی که زندگی میکنید جور و صحت و سلامت باشید و یک روز خوب و خوش و تایت و رایت آغاز کرده باشید. بازم مسعود جامع از منطقه دشت برچی شهر کابل در خدمت شما هستم. جایی که من ایستاده هستم سمت عقب ما میره طرف کوته سنگی، جایی که خیلی بیروبار داره و سمت مقابل ما سرکی است که طرف غرب کابل و نقطه آخر شهر کابل میره که وصل میشه به سرک کمپانی و به ولایت‌های غربی میره. امروز آمدیم در این منطقه با هموطنای ما که زندگی میکنن، مصروف کاروبار هستن، همراهشون گفته‌های داشته باشیم، بشنویم، ببینیم که چقدر خوشحال هستن از وضعیت امنیتی، کاروبارشون چگونه است، آیا کاروبار کردن نکردن. چون در شب روز متاسفانه یک تعداد هموطنای ما از نبود کار و از اینکه زمینه کار مساعد نیست خیلی شاکی هستند. خوب است بریم با هموطنای ما صحبت بکنیم، ببینیم که چی گفتنی هایی دارن و از درد دلشان بشنویم. همینجا دو تان از هموطنای ما که مصروف کراچی هستن همراهشون گپ میزنیم، ببینیم که اینا چی گفتنی دارن و چی میگن. سلام علیکم آقای صاحب، خسته نباشی. بخیر باشی، تشکر یک جهان. چی حال داری؟ شکر فضل خدا. میشه یک نام بر ما بگی آقای صاحب؟ نام حسین داد. حسین داد. حسین داد داری. چی کاروبار میکنی آقای صاحب؟ کاروبار دیگه می کراچی رو سوار شدم دیگه، امروز قران پولم دادیس من نماده دیگه. ایران ماندم بدرگاه خدا که چیکار کنم. کاروبار نیست آقای صاحب؟ نه دیگه کاروبار بجو خود کراچی ریسک نمیگرفتی دیگه. معلوم است خودش یک چیز واضح است. نشان میده که نمی علامتی بیکاری است. بیکاری است دیگری. یا خدا مهربان است که بشک. یک زمینه کار مساعد شود، کار پیدا شود که شما هم بتونید به راحتی زندگی بکنید. بله توکل با خدا دیگه، توکل. چند نفر است آقای صاحب در خانه؟ ما 9 سرایال هستیم. 9 سر. یک دوش موتور با کار بخش نانخوری دیگه کلش. آره. تنها خودت کار میکنی؟ تنها خودم کراچی هستم بخور. چند بجه میبری در کار؟ تا چند بجه در کار میباشی؟ ساعت 6 بجه از خانه برمیشم تا شام اینجا هستیم. باز کاربار نمیموریم پس خانه دیگه. پس میری خانه باز از خود است یا کرایی؟ خانه دیگه یک سرپناه هست، خیلی دورم دم بغلای کو هستیم زندگی میکنم. باز در موتر میری یا پیاده یوسف در خانه؟ نه در اینمی کراچی خیلی اینمی دقدلجی که دمورم. آره. چقدر وقت از این منطقه زندگی میکنی؟ این منطقه یک 15 سال میشه. 15 سال. 15 سال. خیلی وقت است آقای صاحب اینجا زندگی میکنی. خیلی خوب خاطرام داری دیگه از این منطقه. آره دیگه خود دیگه پیش دیگه هم کاربار نبود دیگه می. جنمی. یا خدا کریم رحیم است ان شاء الله که کاروبار جور شوه. به شکی پناه با خدا. خودت هم آرام شوی. پناه با خدا دیگه، توکل با خدا. چی پیام گفتنی داری؟ پیام دیگه یعنی چی گفتنی ندارم دیگه، اگر یک
کمک کنه چیزی خوب از طرفش خیلی خوش میشه. انشالله دوستای عزیزایی که توانایی اقتصادی و مالی دارن به هموطنای ما میخوان کمک بکنن، دوستداران کابل دربش باز است که با شماره تماسی که داره میشه تماس بگیرن و آنچه که در توانشان است به هموطنای ما که واقعا ضرورت دارن، نیازمند هستن، برشان کمک بکنن. ما هم صادقانه برشان میرسانیم. چه حال داری خود لاله؟ سلام علیکم. صحتت خوبه؟ خوب است، بخیر است. بخیر هستی؟ خودت چی کار بار میکنی؟ یعنی می کراچوانی روی سرک هستیم. چه وقت از کار میکنیم؟ ما در داخل کابل یک 6 سال میشه. 6 سال میشه. 6 سال میشه. چطور از باز کاروبار هست یا نه؟ والا خوب شکر، باز روز میشه، باز روز اوی برابری است دیگه. زندگی کلش از شکار است. بله. اگر شکارت خوب خواند روزگار رنگ میشه. اگر نه که خدای نخواسته است دمی دام شکارت خطا خورد خطاست دیگه. بله. همونطور است. کاروبار هم الان شده نه تنها که در کابل افغانستان بلکه در اکثر جای این مشکل است. بله همین مشکلات است دیگه. بخیر باشه. آقای صاحب خسته نباشی. سلام علیکم استاد. چی حال داری؟ جان یارا بخیر. یک تا در بده که تصویر صحیح بیاید. کجا بخیر میری صاحب؟ محترم، ما در کار رفتم، من کراچوان هستم، یک غریب کار. یعنی میدم بازارا کار میکنم، کاروبار نیست دیگه. خداوند خودش میفهمه کارش. بشک. خدا هم اتفاق دیانت و امنیت و آرامی را در افغانستان برقرار شه، کاروبار باشه که مردم غریب یک ذره لقمه نان پیدا کنه. بشک. در این رقم امنیت خوب ان شاء الله که مشکل نیست. امنیت سرتاسری است. که امنیت باشد، که اتفاق باشد، دیانت باشد، کل مردم افغانستان یک برادر باشیم، با دیگه همکار و هم رزم باشیم. خواهش دارم که انمی باید از امارت اسلامی که کلی ما و شما برادر هستیم تا بتونیم یک انصاف و عدالت و قانون باید روی کار باشد. کل ما و شما الحمدلله اسلام هستیم، در می خاک اسلام زندگی میکنیم. آقای صاحب در جمهوریت در دشت برچی که میامدی بعد از شام گشت و گذار کردن نمیتونستی؟ یک وقت بودن دیگه اوتر خو بازم یک آیه در قرآن ذکر است، خلق الانسان من التفاوت، در بین مخلوق خدا تفاوت است. است دیگه، شرایط دنیاست. یک را برادر یک وضع است، یک وضع. بعد ما دعا میکنیم و غریب و بیچاره که می امنیت و آرامی برقرار شه، ما خوشحال هستیم. حالا چطور است؟ بعد از شام خواهید مشکل نداری؟ ان شاء الله آرام، امنیت، هر کس طرف خانه خود بریم ان شاء الله بخی امنیت آرام است. بخی تایترای تسمت. ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخیر باش آقای صاحب. کراچی داری خودت ماما جان؟ آره. مشکلات تا نگرفتیم ان شاء الله. کسی که اگر توانایی داشته باشه کمک میکنه برتون. دیدم کراچی تا نه. خداوند مشکل شما را حل بکنه، اصلا حل بکنه. خب دوستای هموطنان ما که در منطقه زندگی میکنن از نبود کار شکایت دارن که کار متاسفانه نیست و از صبح میبرن تا دیگر که اکثرشان را پرسان کردیم 1 روپیه هم تا حالا کار نکردن. عزیزای دوستایی که در بیرون از کشور هستن و توان اقتصادی خوبتر دارن، مالی دارن، میتونن که به هموطنان ما که نیازمند هستن واقعا کمک بکنن. آقای صاحب چند کار کردیم امروز؟ امروز 20 روپیه. پیسه خو زیاد است پیشت. او پیسه چیزش بلنده بره جان. از چی بلنده است؟ سر سودا نیست بره. دنزی غرفه 2000 روپیه کرایه میده. وانا 50 دیگه تبی کالی را صاحب هستش نبره. باشه است که واسه چسب کنم. خو این برکتی صد من. آره. چی حال داری ایسا؟ زنده باشه، سلامت. صحتت خوبه؟ خدا نگاه کنه شما رو، با عزت باشه. نام چی از روی تا در بده که کامرا صحیح عکس تبیرنه؟ سلطان. چقدر وقت از این منطقه کاربار؟ منطقه 1 سال. 1 سال. آره. حالا پیسه رو نصب میکنی یا نه؟ آره. چقدر کار کردی گمش کن؟ کاربار نیه به خدا، هیچ چیزی نمیشه. همزوالی برج که میزن تا آخر برج هم کرایه امزی غرفه هم در نمیشه. چند است کرایش باز؟ کرایش 18 است. 18 است؟ تنها خودت است یا نه که اگه همکارم داری؟ نه تنها خود می. اینه کشمش است، چهارمغز است، خسته است، کشمش سیاه است. چطور از با قیمت های یا قیمت فروش نیستی؟ نه. کیلو چند میفروشی چهارمغز؟ چهارمغز 4.5 سری دیگه باشه چند؟ 4.5 نه سریت که 4.5 نمیتی ایسا. نه. ایو هر چیز در روزش دیگه. هر چیز وقتش دیگه نه؟ ارزان خریدیم ارزان. در کار و بارت برکت ماما جان. خداوند کار بار دیگه بیایم که یک سوپرمارکت داشته باشی که یگان انرژی یگان نوشابه بر ما بدی. با عزت باشی. یا نمیتی؟ نه چرا؟ بخیر باشی. خب دوستان عزیز
میریم پیش با هموطنان دیگه ما صحبت بکنیم ببینیم که اینا چی گفتنی دارن از کار و بار. ماشاءالله چه خوب ترکاری داری لالا، چی حال داری؟ ماندار باشین. روی تدار بده که عکست صحیح به ماما جان. کامرا اون طرف است. بله. صحتت خوب است؟ شکر الحمدلله فضل خدا. نام چی است ماما جان؟ نام اسماعیل محمدی. باشنده مایل 13 دشبرچی. چطور است کار و بار؟ خوب است خدا را شکر. ما راضی نیستیم، خلاص از کار راضی نیستیم. باز خدا را سپاسگزار هستیم. بله نیست. شکر میکنی؟ بله. از نعمتایی که خداوند بر ما داده. جان ما جور است، سالم هستیم. این میش کلان نعمت است. امنیت تامین است شکر خدا. یگانه آرزوی ملت افغانستان است که امارات کوشش بکنه که یک کار بر مردم سهولت ایجاد کنه. حالا امنیت تامین الحمدلله لازم دوزینی یا قلقی نیه برادر دیگه برادر گپا نیست. یک در اقتصاد مردم ضعیف است. یعنی شما باور کنید که سه دسته ترکاری را مردم بازی وقت میگم برادر 4 دسته نمیدی و هم شیره گل 4 دسته برا نمیکنه. دم سه دسته تو 2 روپیه برای ما میمونه. از کجا میری ترکاری جمع؟ ترکاری رو از جلال آباد میسه. از مارکت میری؟ بله از مارکت میرم. از جلال آباد تا مارکت میره، از مارکت باز پخش میکنه برای. اینجا خود دشت برچی کدام مارکت میوه و سبزیجات چیز نداره؟ داره پایینتر داره. خب از اینجا میری از مارکتی که در چیز است؟ از مارکت چهارراه میرم. از چیز بولیوارد چیز کسته طرف سرای شمالی. آفن سرای شمالی بله. از اون اینجا تا اینجا چقدر کرام میخورم ماما جان؟ چی میمونه برات خدای؟ هر ترازوی تقریبا هر ترازوی 20 روپیه تا اینجا کرام میخوره. 20 روپیه. چند روز بعد باز پشت سودا میری؟ یک روز بعد 2 روز بعد میریم. یک روز بعد. البته ما خودم نگفتن منه که ترکاری از خودم نیست، ما کارگر هستیم. روز 200 افغانی برای ما میته، ما اینجا کار میکنم. صحیح زگا جو صاحب روز 200 روپیه یک ماه 6000 روپیه میشه. والله صاحب 6000 روپیه فرموده شما درسته که 6000 روپیه میشه، ما 3000 روپیه کرایه خانه. همین نفر بگو که مرا بگیره دمی کار. 6 تا راه هستم کرایه خانه، پیسه او برق میشه دیگه میشه. یعنی که 25 4000 روپیه روز یک 20 بار که ما سیگریت هم میزنم برادر. سیگریت میزنم. یعنی هیچ چیزی داتایش سعی کنی باز خدا رو سپاسگزارم. حالا تو کار کو همین آدم بگو بر ما یک کراچی بانه در پالی تردی ما نمیشه کار شروع میکنیم. شما زنده باشین. تشکر ممنون دانستم. سلامت باشین. یا نمیخوای در پالیت مجبور؟ نه چرا خدا نکنه. نه اما تو رقم گفتی نه پیشیمه گفتی؟ نه خواهش میکنم مگه ان شاء الله. نه البته ببین ما در خدمت هستیم. هم یک مطلب است میگم مسلکی را خوش نداره. نه اما تو راست نیست. ما شما شهروند افغانستان هستیم، یک ملت هستیم برادری گپا بدر نمیخوره قصار تفرقه انداختیم برادر تو تاجی هزاره بود لکن زدیم وطن خراب کردیم مال از تفرقه بازی و طرف کنیم. کل ما یک ملت هستیم. مقصد که کار میکنیم مشکل نداره. زنده باشین. تشکر. ما در خدمت هستیم. بخیر باشی. در کار و بارت برکت. فرمایید ترکاری قربانت. زنده باشی. خیر ببینی. ممنونتان. قربانک. بخیر باشی. خب دوستان عزیز شما تصاویر بینیده باشید از منطقه دشت برچی یا منطقه پل خشک. دوباره برمیگردیم. خب دوستان عزیز شما رو دوباره خوش آمدید میگه. ما در منطقه دشت برچی شهر کابل هستیم با هموطنان ما که مصروف کار و بار هستن. امروزشان صحبت میکنیم. آقای صاحب دکان چبلق فروشی داره ماشاءالله چی یک دکان جور کرده. آقای صاحب سلام علیکم. خسته نباشی. چی حال داری؟ قربانش. صحتت خوب است؟ قربانش. میشه نامت بر ما بگی آقای صاحب؟ نام غفارم. چطور از کار و بار آقای صاحب؟ خیر باشه خدا مهربان. همون تو چرت زده قرار آدم هفته بیشتر حتما هفته خوب واره کده. گرم شده. وقت خانه کام اگه نیست؟ نه امروز گرمه. امروز گرم است نه؟ چطور از کار و بار آقای صاحب؟ کار نه بیادر. کار نیست. از دیشترداری روز 3 دفعه جمع منیم 3 دفعه وار منیم دیگه کار نیست. کار دیگه همین خودت که باشی کار تو 3 دفعه به هم بخوره دیگه کار نمیشه دیگه. همیشه خودت چشتی منتظر هستی که باز بجانتان نبه و زود کده جمع بکنی. رو سال میکنم. بخی استرس پیدا کنم. خدا میدونه بخی استرس پیدا کنی. تا ماه 2200 کرایه زمین مسئله پیسه نایا پیسه برادر جانی چیز هفته سیری پیاز ما چی میگه از خاطر چوکیداری هزار مشکلات داریم.
برا میشه آیی صاحب نمیشه قدر مشکلات گفتی خدا این حال بیادر این حال که انمی لحظه میال شش نمیخواد نمیال خودت میگیره در روز سه دفعه ما اینو رجام میگیم دمنه ازی بسایری کاش من بسام کنه های احمد اینی حال است دیگه چی کنیم چند گفتی کرامت نیجرا در ماه 2100 روپیه کرایش مفتد از ما حتی چوکیداری یا 2200 300 میشه ما که مشکلات خانه داریم گرفتاری داریم در روز چند از کار کنیم که این کرایه رو بدیم و مشکلات خود که رقم حل کنیم خانه باز از خود است یا عوام کرایه است خانه هم کرایه است خانه هم کرایه ما 1.5 روپیه خانه رو کرایه میدیم باش بیا خداوند کریم و رحیم است که مشکل ما شما حل شوه و الهی آمین مشکلات کل مومن مومنات حل زمینه کار مساعد شود اگر رقم استرس پیدا کنه بخی خسته میشم بیا خدا مهربان است صاحب تشویش نکو خدا مهربان است ان شاء الله خسته شدیم از دیسی روزگار دنیا خسته شدیم که تشویش نکو ماما جان خدا مهربان است حوصله و جان نمانده خدا مهربان است صاحب بشک قربان شما بگیریه چیز جور نمیشه حالا چیکار خسته شدیم اینا هزار مشکلات داریم گرفتاری داریم اینا اینجوری میگه در اول ما شما پیسه داری بدین پیسه داری بلکه ما اینا بگم آرد نمند روغن نمند ما چیکار از جو کرای خانه رو بدید یا خداوند کریم و رحیم است که مشکلات حل شوه الهی آمین الهی آمین زمینه کار مساعد شوه که با خدا اگر کار باشه ما چی کنیم اینجا بشیم تا بگار استش یک دانه چپلک 5 روپیه بعضی همه ناانصافات باشه ما رو پایین طلب میکنه چی کنیم خدمت مردم مجبوره دیگه بشینیم سر جای خیر باشه چقدر وقت از دکان هستی ماما جان حالا ما تقریبا از اول جمهوریت بودیم از او پیش کار بود یک بار بود برادر آل دوره اینا کرا بسته کرد برادر جان محدود این 1 متر جای میگه اینجا سودا نمیشه سودای من این اگه اینجا بیکشیم ما رو نمیله دیگه چی کنیم دیگه خسته است اینجا سودا نمیشه خب این 1 متر جایی جای خرداله ولی اینجا که بکشیم نایم اگه آمد ما مجبور اینا رو یه بیزنس اینجا گرد بات منو اینجا میزنیم که باید اینا مرا نبره اگه ببره اینا لی دزمو 2000 روپیه تمام شده یه ببره ما چی رقم دیگه جور کنیم میره ماسک تا وسو کوما جان که تصویر ببینید ماسک تا طرف کادری یه دم ماسک مرا نزدم سه گوش یا پوش من نگشت روزگار خرابه اش ماسک میزنی اما روزگار ما خراب یک جای مقاومت میکنه به پیش رسانه گریه کرد چی کنیم خسته هستیم خب بیا خیر باشه ماما جان خیر باشه همین خاطر ما پس نکردیم اگر شاد بودیم خندان بودیم ما رسوم میکردیم قصد یک همین که جور و صحتمند و سالم هستیم می کلان گپ بله خوب دنیا روزگار تیر میشه بله مشکلات ها زیاده روز مشکلات ها زیاد شده رفته روز زندگی اگر آسان می بود دایس با گریه شروع نمیشد این بود قبول داریم زندگی که آسان ولی زندگی روز مشکلات ها این زیاد شده رفته زیاد میگه از اول که ما یعنی که تو 14 15 سال قبل روز زیاد شده مشکلات ها نمیدونم به خدا سریز مردم رحم کنه الهی آمین بخیر سلامت باشید وقت خوشبخت باشید شما موفق باشید قربان شما که درس خوانده تحصیل کرد که مثل ماوری عمر ما که جای گندن سفید شد میسن خلاص بچه‌ها باز درس میخونن بچه‌ها یک سنف ده یک سنف نوی مکتبا وقت کار نمیکنن میرن اول به شرکت خیاطی میرفته 100 روپیه برش میدن اما پیسه کورس نمیشه با 50 روپیه 100 روپیه بسام ما بلیز میلم همزی که برم کورس بخونم که همزی درس تحصیل کنم چند نفر هستید ما تعداد فامیل 5 نفرم برادر خب 5 نفر 5 نفر تعداد فامیل کم از دیگه 5 نفر ما 5 نفر به می مشکل بریم ما دیگه ایداد نداریم سعی که کرایه خانه دما 1.5 و 500 و بخش به 2000 و 2100 روپیه ازی ما دما چی کس کار کنم که ما خرج خانه رو بکشم میره بکشم مشکلات های میرفتن بخیر باشه این مال یک بنده خدا مرا 12500 روپیه داده که گفت خود خشفلک بندست کار بنده خدا یگان چیز دیگه هم انداختی حساب نمیشد چون چابلق مال وقتش نیست هوا سرد است قبول داریم ولی چی کنیم چند سال می 5 6 سال کنیم مسلک می کار دیگر نمیتونیم مثلا چند سال ده هیچ چیز کاروبار نیست اما باز می چابلق چیزا چیزی است که بیشتر در گرمی مردم فصلیه فصلیه قربان باقیش اما تو نیست انزی سو خدا اگر مهربان شه گوا گرم تاش نگه شهرداری محترم اگر مونو بانه اگر نمونه دیگه در روز 3 4 دفعه دم جمع کنیم پاس کنیم دیگه روز دمر خم بیگام شه ای بخیر استرس پیدا کنیم 24 ساعت چی موضوع است که شهرداری از جمع میاد آره وام که می ماشاءالله نگه بنسخان درام میاد خالی کو اینا رو بارمون بدار مور در بعض جایای صاحب ما شما مقصر هستیم نیستیم و تو گوش کو اینا رو راه کلان خب ما خیلی پس کشیدیم خب مردم مجبوره و برای اگر دما یکش نو 10000 برای ما کار پیدا شد ما همین کارا شروع کار نمیکنیم کار نیه زمینه کار برای آدم مساعد کنه آقا جان میره لاک
ولی دیش ما بریم بخدا و دولت باید برای ملت کار ایجاد کنه زمینه اشتغال زایی کار برای مردم ایجاد کنه که برادر جانی مدت سرک بر نمیشه مردم مجبوره مردم اینم مجبوره هر روز کراشی مردم بره یک نفر مردم بشاره کراشی یک تایره مثلا نمور به آدم در 2000 خب امروز مبر فاسو بشاره مردم دفعه خاصه کراشی دیگه میخره مجبوره چیکار کنه از روی آواز هیچ کس نیست خدا بله با خود من مجبور هستیم میشه با خدا این چاش یک بچه که از چیز از خیاطی رو دور میتم که برادر تو نمیجی بیش برادر جمعی روش که شاداری نبر ما برم نماز رو بخونم نمیتونم کارچی خیلی کنم این خیر باشه خیر باشه خوش داشته باشین قربانک بخیر باشی ان شاء الله که در کاروبار خودتان برکت مشکلاتتان حل شود با عمر شما برای رزق و روزی شما برکت باشه ان شاء الله موفق باشین برادر خب دوستان عزیز واقعا سخت است هموطنان ما شکایت دارن از نبود کار و از اینکه برشان قسمت‌های شهرداری هم ناحیه هم مقصر نیست چون اقتدار خدای آرجانشان در کل پیاده روا را بند میکنه که باعث رفت آمد هموطنان نشه. خسته نباشی ماما جان. قربانی سرت جان داری الهی شکر. اما تو خوش است و از بیکاری که جانم بیغم است. از دست کار اگه زیاد باشه خدا بیخی مونده میشه. دیگه شکر خدا الحمدلله. دیگه از بیکاری میناله تو خوش هستی ماما جان. اون که بیکار میناله او جانش ساعت است. از ما واره که از این بی پیسه نیست که ناله نکنم. کار کنیم خوب از اون کراچیوان است کراچیوان. الهی شکر مردم خیر میکنه کمک میکنه والله نه پیسه نان گوشت اگه نکنه خدا راضی سقوط است. فهمیدی دیگه نر خوبه شکر ترکاری هر دروغن باور خیلی خوبه خیلی دیگه یک کمی کار نیست کار کم است کار حالا کارم کم نیست ماشاءالله خودت بمی زندگی یک لبخند میتی خنده میکنی خنده که نگه خنده از بیکاری اگه کار باشه ولی تا کار خنده دوستان عزیزم وطنای ما هستن که هر کدام بمو سبک خود و شیوه زندگی خود پیش میره که یکی از بیکاری میگیری و یکی از بیکاری میخنده واقعا عجیب است زندگی هم خیلی عجیب شده که یکی را میبینی به یک حالت یکی را میبینی به حالت خداوند مشکل همه را حل بکنه شما تصاویر ببینید برمیگردم خب دوستای عزیز در کنار یک لالای ما نشستیم که اما تو خوب خوش تپ معلوم میشه چند دقیقه گپ میزنیم ببینیم چی گفتنی داره چی حال داری لالا سلام سلام علیکم خدمت شما بزرگوار خدمت همکارتان خیلی خوش آمدین که اینجا تشریف آوردین به خیر و سلامت باشی نام چیز لالا نام سید محمد احمدی است همینجا لباس فروشی دارم که هستم تصفیه ایت لوکس اینجا شیشته بودیم ما اومدم دیم پالت شیشته گفتم لالا تک جای لوکس گیر کرده هم هفته و بیروبار هم میجه دکانداری هم میجه سودا هم میجه لالا خان اول که کاروبار نیست کدام مثلا هر جایی که باشه کار باشه خوب است بازم دوم دیگه که اینجا سیستم از بیکاری است اگه کار باشه بالاخره مصرفیت کار میباشیم کاروبار هیچ نیست دیگه در کل فعلا کاروبار کلا خوابیده از یک طرف دیگه نویا نمیمونه از یک طرف دیگه گرفتار بیکاری است مردم پیسه نداره حتما در خواب زمستانی رفته کارا حتما فعلا که همین شرایط داره ما شما کلی ما شما داریم تنها بلکه غرفه‌داران نیست کلی دکاندارا و بلد کلی که دست بیکاری شاه سر بلد گشته است یا خیر باشه مشکل حل میشه پشت این مشکلات که بگردید مشکل سر مشکل آمدن میره و زیاد شدن میره والا مشکل ما شما دیگه از دوران اول تا حالا مثلا روز ما باشه زمستان شب بهار شد مشکل ما زیاد شده رفته فقط مشکل تنها سر افغانستان است دیگه سر دیگه کشورها نیست چه وقته دکاندار هستی والا تقریبا یک سال میشه یک سال پیش از چی کار میکنی پیش از که اول که اینجا لباس فروشی داشتم بعد از کارخانه شیرینی‌پزی کار میکنم گرفتاری زیاد اصلا عروسی خونه کردی عروسی کردم لالا خوش هستی یا نه خدا رو شکر الله خوش نباشیم چیکار وقتی که پیسه داشته باشیم فهمیدی کل خوشحالی دم پیسه است یگان تا عروسی را میکنه بعد از عروسی پشیمان میشه میگه نه عروسی کردم خب یگان تا زنش زور است فهمیدی به خود میگه است چطور از باز خوبه خدا رو شکر از زندگی راضی هستم با هر شرایط با پیسه داری به پیسه میسازیم مگذره زندگی است مگذره همین که جان و جور است صحت و سلامت هستی یعنی می کلان گپ است ای که کلان گپ است لالا خان وقتی که به پیسه باشه فکر درگیر
خانواده روزگار از خود خبر داره که مثلا کلی مشکلی داره، تنها ما هم نداریم فهمیدی. در کل مثلا از لباس فروش گرفته تا کارچوان گرفته، دکاندار گرفته، یعنی کلی که میگرده کلا الله فهمید چه اثر بیکار است، به خاطر بیکاری دنبال یک لقمه نان میگرده. به خدا مهربان است که مشکل همین حل شود. دکانا باز کرا چه رقم است؟ حالا دکانا دیگه الحمدلله عزیز که همین امارات ما و شما آمده فهمیدی دیگه، پیش از پیش کرایه رو وقت کرایه نمیدادیم، این مال کرایه هم چاروالی پرداخت میکنیم. مقصد ویدیویتون آدم میگیره، اگر تیک تاک شد ما را غرض نیست. مشکل نداره، هر کس که ویدیو خوش داره بگیره فهمیدی، هر کس که از ما خوش میاد ما قصد صحبت میکنیم. از ما کمره ما این طرف است، اون اندیوالت از کی از ویدیویت میگیره. مشکل نداره، ما هر کس که ویدیو میگیره ما خوشحال هستیم. خیلی آدم سرشناس هستی دیگه. سلامت باشی لالا خنج خدا شما. چی پیام گفتنی داری لالا؟ حالا پیام گفتنی ما اینمی است که فهمید اول که صلح آرامی باشه، دوم دیگه هم دیگر پذیری باشه، سوم دیگه کار باشه برای ما و شما. وقتی کار نباشه ما دیگه چیزیش کار نداریم، فقط کار باشه. مندیوالتان خوب بخیال مطرح داره، از اونجا نه پف کده رئیس. والا اون بیکار مونده فهمیدم صبح تا شب پف میکنه. کل زندگی را دم پف گذاشتانده؟ فعلا یک دم پف گذاشت، کل افغانستان البته دم پف مونده. چی کده کل افغانستان؟ کل افغانستان دم پف تر شد فهمیدی؟ از اول گرفته تا آخر مثلا هر کس که آمد گفت افغانستان میسازم جرمونم خراب شد، روز خراب شده رفته. وقتی کار نباشه کلی چیز خراب میشه. یا خدا مهربان است که جور میشه، افغانستان هم جور میشه، ما هم جور میشیم، دست به دست هم بتیم ان شاء الله جور میشه. ان شاء الله ما شما کلا مثلا دمی امید هستیم، خود بودیم ان شاء الله هر کسی که خود اصلاح کنه ملت اصلاح شه فهمید دولت اسلام میشه. بخیر سلامت باشید، در کار بار خودتان برکت بخیر. سلامت باشید لالا خان، خیلی خوشحال شدم اومدین، خیلی لطف کردین. بخیر باشید. از اینکه همکارتون اومده خیلی خوش اومدین، خیلی زیاد خوشحال شدم لالا خان. بخیر باشید. بریم نمیجان اندیوال رقم مطرح خوب شه پف کده رئیس ببینیم که چه رقمه. 14 لالا بیادر خوب است، سیادت خوبه، خیر. ای بیکاری شهر عطر پاشی داری؟ والله به می خاطر است که یک ذره طبع مردم خوب شوه، به می خاطر عطر میزنم که بیاین بخره بیادریم، به می خاطر است. وای به خاطر عزیز که گفتم مردم ما مارکتینگ داره دیگه که مردم به خود جلب کنی. برای این یک جذب خاص است که عطر میزنم دمش همیشه خوب بخوره، به می خاطر. چطور از بازارهای خودت چند نوع عطر داری؟ یگو 90 قسم عطر داریم دیگه. بازارهای عطر تقریبا یگو 2 سال است که در رکورد مواجه شده. کاروبار نیست دیگه، برای کلی مردم کاروبار نیست. یکی از این مالیات ضعف است سری مردم کرایه میگیره، به مخاطر پیلا کرایه دولت پر شوه دیگه، کاروبار برای مردم کم شده. یکی مردم به به امزی اقتصاد مردم درباره عطر بگو، در کدام جا پیش نمیاد که درباره عطر قصه کنیم. گمش کن کاروبار خوبی از اون نیست، ما هم از بیکاری آمدیم پیش شما. خداوند شما را اجر بده که خب عطرا را خودتان جور میکنین یا که میارین؟ چه رقم حساب است؟ این عطرا را لالای قند زیادتر از کشورهای خارج داخل افغانستان وارد میشه. خود ما که از کشور ما ساخت نداریم دیگه، به مخاطر و یک روز به می امیدوار هستیم که خود ما اینا را بسازیم. خوبتر است، بهتر است، چون هم گلی طبیعی داریم، هم بهترین گلها را داریم. باید خود ما بتوانیم که تا عطر بگیریم، از گل بگیریم که طبیعی باشه. و بهترین عطرت کدام است؟ گمش کن. بهترین عطر لالا نظر در شوق است دیگه. بعضیا که است عطرای فرانسوی را بیشتر خوش میکنه چون ماندگار است، اصل است. تایم فورد نوشته است، مولکول نوشته است، گل محمدی نوشته است. گل محمدی خو حدیث شریف شرا بخی داریم که عطر محمد صلی الله علیه وسلم است. باز عطر تامفورد که است عطر فرانسویه، مولکول هم فرانسوی میآید. باز تامفورد و مولکول که است عطرش سرد است لالایم. حالا از کدامش در جان ما میزنی؟ گمش کو که بیشتر بازار عطر پاشی داشتی. باش که لالا مگه عطر میزنه. خب فصل عطر که است اینویکتوسه. چون همی یک بوی بسیار خوبش داره، یکی مجلسی است، یکان جای بوری پخش بسیار بالا داره. به مخاطر اینویکتوس روی لباس شما میزنم اگه شما قبول بکنید. دوستان عزیز هموطن ما لطف میکنه ببینیم که از کدام عطر برای ما استفاده میکنن. میبینیم بزن دیگه خیلی لالا.
بخششم بیادری اجازهشون باشه دیگه. چرا نه خانه آباد بخیر باشی. پیام گفتنی داشته باشی. پیام گفتنی ما ایه که یک روز بسیار چی باشیم، پهلوی هم دیگر باشیم، یک امنیت سراسری داشته باشیم، امنیت باثبات داشته باشیم که در پالوی از او تعلیم، تربیه اینا در مکاتبا باز باشه، برای دخترها و پسرها باز باشه. جایی که علم باشه ما میگیم هم پیشرفت است، هم ترقی است، هم کامیابی است، تمام چیز است. جایی که نادانی باشه، علم نباشه دیگه هم نظام نیست، هم حاکمیت نیست، کل چیز از بین میره. ما امیدوار هستیم که یک روزی باشه که همه ما و شما یک روز خوب داشته باشیم، یک روز امنیت داشته باشیم، احساسی ناامنی را نکنیم، احساس ترس نکنیم، احساسی چی را نداشته باشیم، هراس نداشته باشیم. این پیام ماست برای کل مردم. بخیر سلامت زنده باشی قربان. خب دوستان عزیز، این بود گزارش ما از منطقه دشت برچی شهر کابل. امیدوارم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد خدا